خیلی وقتا ما انسان‌ها ساعت‌ها درباره آرزوهایمان حرف میزنیم. میگیم که میخواهیم موفق شویم، میخواهیم بدن ما را بسازیم، میخواهیم آینده ما را تغییر بدیم. اما حقیقت ای است که زندگی با گفتن تغییر نمی کند. من زمان فقط فکر میکردم و آرزو میکردم. اما یک روز فهمیدم اگر فقط حرف بزنم سالها میگذره و هیچ چیز تغییر نمیکنم. برای همین تصمیم گرفتم عمل کنم. شروع کردم به رفتن به باشگاه. آسان نبود. بعضی روزا خسته بودم، بعضی روزا اصلا انگیزه نداشتم. اما هر بار با خود میگفتم اگر میخوایی واقعا زندگی تغییر کنه باید حرکت کنی. کم کم فهمیدم که تغییر واقعی از کارهای کوچک اما پیوسته شروع میشه. هر تمرین، هر تلاش، هر قدم کوچک همه با هم آینده را میسازند. امروز اگر به عقب نگاه کنم میبینم چیزی که مرا جلو برده حرفها نبودند، تصمیم و عمل بودند. پس اگر رویای در دل داری، اگر میخوای زندگیت بهتر شوه، اگر میخوای خودت را بسازی، کمتر حرف بزن و بیشتر عمل کن. تشکر از این که این ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لایک و کامنت یادتان نره و همچنان برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.